نیروی هوایی به نام زونی که 20 کیلو چاشنی انفجاری داره، منفجر میشه روی سطح به قول معروف رو عرشه این ناوهماپیمابر. انفجار یه بمب با 20 کیلو مواد منفجره چقدر خسارت میزنه؟ 130 تا کشته، 160 تا زخمی، 20 تا جنگنده رو کاملا نابود میکنه. 2 سال بعد همین اتفاق دوباره راکت زونی منفجر میشه، این دفعه روی یه ناو هواپیمای دیگه آمریکا به نام انترپرایز. این دفعه حدود 40 نفر کشته میشن ولی بیشتر از 300 نفر زخمی میشن و 15 تا جنگنده آمریکا مجددا نابود میشه. با چقدر انفجار؟ 20 کیلو مواد منفجر. حالا سر جنگی یه موشک مثل خلیج فارس چقدره؟ 650 کیلوه. خودتون حساب کنید بالاخره حداقل 30 برابر این انفجار مهیب‌تر خواهد بود و خب قطعاً به یک دونه هم این اصابت ختم نمیشه. موشک هوشمند و بالستیک خلیج فارس، یک موشک مافوق صوت و کشتیزن. تفاوت اون با موشک‌های قبلی اینه که دیگر موشک‌ها عمدتاً با سرعت زیر صوت و به صورت کروز عمل می‌کردن، اما خلیج فارس با سرعتی مافوق صوت و به صورت بالستیک از سطح زمین شلیک شده و به صورت عمودی از ارتفاع بالا میتونه هر گونه ناو و یا شناور دشمنو در فاصله 300 کیلومتری مورد هدف قرار بده. موشک خلیج فارس به صورت هدایت ترکیبی عمل میکنه، به طوری که جستجوگر اون در فاز نهایی بر روی هدف قاب میشه و در این حالت شناورهای دشمن هیچ راه گریزی از اصابت این موشک که کلاهکی با حدود 650 کیلوگرم مواد منفجره داره رو نخواهد داشت. ما الان موشک هایی که خودمون داریم تولید میکنیم، موشک هایی که تو دنیا به ندرت دیده میشه، با طول و عرضی که دارن، با بردی که دارن، روی شناورهای در واقع ذوالفقار کلاس، شناورهای کوچیک با جثه‌های در واقع کوچیک که توی رادار نه یا سرعت بالا، مانور بالا، تو هر آزمایشی ما این موشک‌ها رو زدیم دقیقاً به هدف خورد. الان موشک‌هایی که ما داریم اولا 100% ایرانیه، در تنوع بسیار بسیار زیاد هست. برد موشک‌های زمان جنگ حدود 80 کیلومتر بود، ما الان برد حدود 300 کیلومتر رو داریم. موشک‌ها از تکنولوژی و الکترونیکی بسیار پیشرفته‌ای برخوردار هستند. کوثر، موشک رادار گریز ساحلی و دریایی کوثر، دارای سیستم FCS یا همون سیستم کنترل آتش که فوق‌العاده پیشرفته بوده و قادر با هر نوع اختلال الکترونیکی و یا جمینگ مقابله کنه. این موشک منطبق با ویژگی‌های محیطی خلیج فارس و دریای عمان در 2 نوع راداری و تلویزیونی طراحی شده که نوع تلویزیونی آن قابل ردیابی نیست. از توانایی‌های این موشک می‌توان به اصلاح اتوماتیک مسیر شلیک و انتخاب اتوماتیک هدف بعدی، یعنی نزدیکترین هدف در صورت خارج شدن هدف اول از دسترس یا قفل رادار و به طور کلی بازیافت موشک اشاره کرد. برخی گزارش‌ها حاکی از اینه که ناوچه‌های اسرائیلی غرق شده در جنگ 33 روزه توسط حزب الله ممکنه کار همین موشک‌ها باشه. در نبرد 34 روزه حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی، ناو کلاس سائر که یک کروت پیشرفته بود به سادگی در واقع توسط
موشک‌های حزب الله لبنان مورد هجوم قرار گرفت و صدمه خورد، منهدم شد. پس در واقع سیستم‌های ضد موشکی از مدل سنتیش که میشه چف تا مدل‌های پیشرفته‌اش که توپ‌های فلانکس است تا سیستم ضد موشکی رم و موارد دیگه، اینا عملاً در این مواجهه ها کاری از پیش نخواهند برد. شما بحث دریایی رو میخواید بکنید، باید با انواع موشک ها به اصطلاح سر کار داشته باشید و در نتیجه استراتژی متقابل و دفاعی رو نه تنها در مقابل موشک های اونها داشته باشید، بلکه باید خودتون بتونید پرتابش رو داشته باشید. هر گونه به اصطلاح عواملی که مانع از این بشه موشک های ما تهدید بشه، تهدید محدود بشه، این برخلاف ناوهای هواپیمابر آمریکا، چه اونایی که تو منطقه‌ان چه اونایی که نیستن، از کلاس سری نیمیتز. کلاس سری نیمیتز شامل یه سری سامانه‌های پدافندی. همه این سامانه‌ها متکی به یک رادار سه‌بعدی هستند که در پل فرماندهی ناو هواپیمابر نصب شده. کوچکترین اصابتی با این پل فرماندهی عملاً چشم و گوش تمام این سامانه‌های پدافندی رو کور میکنه. بدتر از اون ناو هواپیمابر مهمترین مزیتش هواپیماهایی که روی اون ناو قرار دارن، یعنی عملاً یک فرودگاه متحرک برای ارتش آمریکاست. حالا همین پل فرماندهی وقتی مورد اصابت قرار بگیره، جنگنده‌های آمریکایی دیگه امکان نشست و برخاست روی ناو هواپیمابر رو ندارن. خودشون میشن بدترین سیبل و بدترین به قول معروف بمب متحرکی که روی آب قرار داره. هر گونه اصابتی باعث میشه که یه انفجار بزرگ، یک خسارت خیلی شدید به اونها زده بشه. با کوچکترین برخورد یک موشک، راکت، پهپاد با پل فرماندهی و از بین رفتن اون رادار سه‌بعدی و مکملش یک رادار دوبعدی که روی پل فرماندهی است. موشک زلزال بارشی، نسل جدید موشک‌های ایرانی با کلاهک جدا شونده که به ده‌ها خوشه تبدیل و بر سر هدف فرود میان. این گونه از کلاهک‌ها اساساً برای انهدام هدف واحد طراحی نشده. یک پادگان نظامی مملو از خودروهای زره‌پوش، یک پایگاه هوایی نظامی با ده‌ها فروند بالگرد و هواپیما و یا یک ناو هواپیمابر که عرشه اونو هواپیماهای نظامی پر کردند، شکارهای مناسبی برای این موشکند. روال امریکا از قدیم برای این بوده، مثلا برای ناو هواپیمابر یک حریم 50 کیلومتری قائل بوده. مثل خیلی از امورات را که با بساط امریکا رو به هم ریختیم، این بساطش هم به هم ریخته شده، سال‌ها از زمان جنگ به هم ریخته شده. امریکایی‌ها دائم به چپ نگاه کنن، به راست نگاه کنن، به پشت سر نگاه کنن، به جلو نگاه کنن، ما رو در فاصله چند صد متری می‌بینن، نه کیلومتر، چند صد متری. فقط 2 کشور شناور پرنده رو در سازمان رزمشون بهره‌مند هستن. یعنی قبلا که ما از روسا می‌دیدیم، این رو الان هم فکر میکنم هست و ما، یعنی هیچ کشور دیگه شما شناور پرنده رو در مجموعه توان نظامیشون به عنوان یک توان نمی‌بینید. باور دو، یک قایق پرنده که تا به حال کمتر از اون شنیدید. یک دوزیست آبی هوایی که میتونه بر فراز آبهای خروشان از هر نقطه‌ای پرواز کنه و در هر نقطه‌ای بنشینه. این شناور به دوربین‌های مختلف دید در روز و شب مجهزه و میتونه با ارسال بیدرنگ اطلاعات به ستاد فرماندهی نقش مهمی رو در نبردهای دریایی به عهده بگیره.
نسل دوم این پرنده آبی قابلیت شلیک راکت و موشک‌های ضد شناور را هم داره. مقاومت کمتر هوا نسبت به آب باعث شده سرعت این شناور به عدد فوق‌العاده 185 کیلومتر بر ساعت برسه. پرتاب راکت و موشک در این سرعت بالا کار رو برای پدافند دشمن بسیار سخت خواهد کرد. شناور موشک اندازم که در واقع موشک 100 به 100 شلیک میکنن، محل اصابت موشک عمدتاً از نزدیک آبه. این در واقع معروفن این موشک‌ها به تو دنیا به سی اسکیمینگ، یعنی موازی با سطح آب سینمال آب حرکت میکنه. بنابراین هم رادار گریزن، رادار خیلی راحت نیست گرفتن یه همچین موشکی که داره مثلا در ارتفاع خیلی نزدیک به آب حرکت میکنه. همه وقتی اصابت میکنه میخوره به آبخور شناور، همون جایی که نزدیک آبه و لذا به سرعت آب واردش میشه، باعث غرق شدنش میشه یا حداقل باعث به هم خوردن تعادل شناور و حرکت متوقف میشه، بعدا موشک بعدی رو میخوره درست میشه. همه نیروهای دریایی دنیا برای انهدام اهداف زیرسطحی از اژدر استفاده میکنه. به خاطر بالاخره قوانین فیزیک و اون استکاک آب، سرعت این اژدرها نهایت 25 تا 30 متر بر ثانیه است. بیشتر از این بالاخره امکان حرکت توی آب براشون فراهم نمیشه. اما این اژدر هوت یه ویژگی مهم داره. با اینکه زیر آب شلیک میشه، اما به خاطر ساختار و طراحی خاصش عملاً در هوا حرکت میکنه. چطور؟ نوک دماغه اژدر یه سامانه حباب سازی وجود داره که با تولید انبوه حباب حرکت این اژدر رو در لایه‌ای از حباب زیر آب قرار میده. برای همین سرعت این اژدر میتونه تا 4 برابر اژدرهای معمولی، یعنی نزدیک به 100 متر بر ثانیه افزایش پیدا بکنه. در هیچ رزمایش در دنیا نه تو ایران، در دنیا هیچ سلاحی معرفی نشده که میزان عکس العملش توی مسئولین رسمی کشورها و توی رسانه‌های دنیا به مثابه معرفی این موشک توسط ما بوده باشه. در اولین رزمایش پیامبر از فکر سال 85 سرعت 100 متر در زیر آب سرعت غیر قابل تصوره. بعضی از همین دانشمندای خودمون بودن ثابت کردن که امکان پذیر نیست. اژدر از زیر سطح به شناور برخورد میکنن. معمولا شناورایی که به اژدر برخورد میکنن خیلی سخت خودشون میتونن نجات بدن و عمدتاً غرق میشن، چون که از زیر اصابت میکنه و حجم زیادی آب واردش میشه. جناب فرمانده، هدف سطحی فاصله 13 سم 233 راه 320 سرعت 40 ارسال به موشک. هوت، یک اژدر فوق‌العاده 1 تنی معروف به ماهی نهنگ خوار، قابلیت شلیک از روی ناوچه، ناو و یا زیر دریایی. 360 کیلومتر بر ساعت، یعنی 4 برابر بالاترین سرعتی که برای اژدرها به سطح رسیده، هوت 8 متری رو به یک پدیده استثنایی دریایی تبدیل کرده. با این سرعت عملاً هیچ امکان فراری برای ناوی که هوت اونو در نظر گرفته وجود نداره، چرا که اگه این موشک از فاصله 1000 متری شلیک بشه در 10 ثانیه به هدف اصابت و اونو منهدم میکنه و در این 10 ثانیه هر هدفی تنها فرصت تسلیم شدن رو پیدا میکنه. راز سرعت بالای این موشک نوع رانش اونه. در واقع این موشک با تولید حباب‌های بخاری که از نوک دماغه و پوسته خودش خارج میکنه، لایه‌ای از گاز رو در اطراف خودش شکل میده و بدین ترتیب خودش رو از تماس مستقیم با آب حفظ میکنه و به این صورت سرعتش رو افزایش میده. الان امریکایی مدعی هستن که شناور تندرو رو با سرعت 20 نات میتونن مورد اصابت قرار بدن. این موضوع هم حتی تو همین موضوع تعجب میکنه مثلا آدم که این همه تکنولوژی امریکایی فلان بهمان، ولی اون
راجب همینم ما الان با شک مواجه هستیم. Increase your run and right ball. Right ball. He's still moving. Keep firing. Keep firing. We got the humanity in the front. This particular exercise was called Millennium Challenge 2002. It cost $250 million of our taxpayers' money. سال 2002 و خب در بحبوحه تهدیداتی که علیه ایران انجام میدادن، ارتش آمریکا اومد پرهزینه ترین و گرونترین رزمایش شبیه سازی تاریخ خودش رو انجام داد که بر اساس اعلام خودشون چیزی در حدود 250 میلیون دلار این رزمایش فقط شبیه سازی شده براشون هزینه داشت. ماجرای شبیه سازی چی بود؟ که یک تیم آبی که نیروی دریایی آمریکا باشه با همه تجهیزاتش بیان در مقابل یک نیروی قرمزی که قراره نقش نیروی دریایی سپاه رو ایفا کنه قرار بگیرن. فرماندهی نیروی آبی یعنی نیروی دریایی آمریکا بر عهده یکی از ژنرال‌های بالاخره با سابقه ارتششون گذاشته شد. فرمانده نیروی دریایی قرمز شخصی به نام همین ژنرال پل ون ریپر که یکی از فرماندهان مجرب و قدیمی و کارکشته ارتش آمریکا بود. اتفاق خیلی جالب نتیجه این رزمایش به این گرونی و با همه بالاخره پیش‌فرض است. بر اساس نتیجه این درگیری تیم آبی یعنی نیروی دریایی آمریکا 16 تا از شناورهای اصلیش از دست میده، شامل یه ناو هواپیمابر، 10 تا رزمناو و ناوشکن و 3-4 تا از ناوهای لوجستیک و پشتیبانی و 22,000 تا کشته میده. خب این نتیجه برای اونا باور کردنی نبود. چیکار کردن؟ تو مرحله دوم ژنرال ون ریپر رو برکنار کردن. بعد اومدن گفتن که هر تاکتیکی هم نمیتونین به کار ببرین. هر مثلا تاکتیکای اگه مثلا جنگنده آمریکایی حمله کرد به نیروی قرمز، اونا فقط بتونن از سامانه‌های پدافندیشون استفاده کنن. دیگه قبول نیست که اونا بتونن موشک بزنن به ناو هواپیما. خیلی به صورت کانالیزه و فرمالیته این کارو جلو بردن و خب مشخصه دیگه تیم نیروی دریایی آمریکا تو مرحله دوم با این شرایط برنده شد. این موضوع خب برای رسانه‌های چه غربی چه بالاخره رسانه‌های خودمون افشا نشده بود تا چند سال بعد ژنرال ون ریپر اومد با یکی از شبکه‌های اروپایی صحبت کرد و این ماجرا رو باز کرد، چون اعتراض داشت به یه سری اقدامات و بالاخره جنگ طلبی‌های ارتش آمریکا، اومد این کار رو انجام داد. As you read in the book, about 3 days into the exercise, it was very disastrous for the Blue Forces. And what that system showed was, in the outset, we sank 16 major American ships, aircraft carriers, cruisers, amphibs. Never been done in an exercise. Shocked the whole system, and for about almost 2 days, nothing happened. I probably would never have said anything about it if they had not told congressional staffers and told the media that this was still a free play exercise. آمریکا استراتژی داره، استراتژی حمله، و اگر کشور دیگه‌ای که کشور دشمنش هست اگر استراتژی متقابل یعنی کانتر استراتژی رو داشته باشه، امریکا ناگزیر هست استراتژی حمله خودش رو بازنگری بکنه. حداقل من حالا نمیگم که کلا عقب نشینی بکنه، ولی یقینا بازنگری میکنه در استراتژی خودش. خودشون دارن میگن که attack your enemy، به دشمنت حمله کن. attack your enemy، به دشمنت حمله کن. if he flees، اگر فرار کرد، pursue him، دنبالش کن. if he retaliates، اگر جلوت وایستاد، تو فرار کن. و من مطمئن هستم که امریکایی‌ها الان مواظب‌ترین کشور در دنیا هستن که تیر در خلیج فارس در نره. نه اینکه امریکایی‌ها اینجا در موضع قلدری نیستن، هستن در موضع انفعال هستن. اگه هر کسی بیاد یه 24 ساعت یه 48 ساعت همراه ما تو خلیج فارس باشه در رویار با امریکا، موضع انفعال و موضع
دفاعی و موضع کوتاه اومدن از امریکا رو خودش میتونه ببینه دیگه، دائم میتونه ببینه. شلیک تیر در خلیج فارس اون بساط امریکایی‌ها رو برهم میزنه. امریکایی‌ها برای ژاپن، اروپا، دنیا این تصویر رو درست کردن که من بر خلیج فارس و انرژی موجود در خلیج فارس مسلط هست. شلیک و تیر در بره این برباد میره دیگه، چون دفعه قبل هم نتونستن این کارو بکنن، این دفعه به طریق اولا نمیتونن این کارو بکنن. و این بروز این است که ادعایی که امریکا داره قادر بر تثبیت و اثبات این ادعا نیست. مطابق منشور سازمان ملل تهدید به حمله مساوی است با حمله، اعمال زور. اصطلاح کنفرانس بین‌المللی میذارن امریکایی ها، اون طرف به هر حال مقامات امریکایی هستن، این طرف من هستم در خارج از کشور، میگن که آقا با حمله میکنیم. منم گفتم که خب شما حمله کنید، ما هم حمله میکنیم. اینجا خلیج همیشه فارسه، جایی که دلاورمردان سپاه و ارتش همیشه نشون دادن که حافظ خوبی هستن برای اینکه هر متجاوزی رو که اگر بخواد توی این منطقه پای تجاوز بذاره به داخل آبراه ما، اون پا رو به فرموده رهبر معظم انقلاب قلم خواهیم کرد. این نه شعاره، عمل هست. ایرانی‌ها رو باید شناخته باشه. اینطوری هم نیست که خیال کنید که آمریکایی‌ها میتونن بزنن و فرار کنن همونطوری که حضرت آقا فرمود. اینطوری نیست. باور کنید تا خلیج مکزیک هم میریم دنبالشون و میزنیمش. و مردم عزیز ما بدونن که ما نیروهای ویژه همیشه مترصد این هستیم که خطای از دشمن سر بزنه و هر گونه تجاوز رو به شدیدترین وجه پاسخ میدیم. و این رو ما برنامه داریم که امریکایی‌ها از خلیج فارس بروند. ایالت کالیفرنیا، سان دیگو، پایگاه نیروی دریایی ارتش آمریکا، حرکت ناوگروه جورج دبلیو بوش به سمت خلیج فارس. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. America is determined to prevent Iran from getting a nuclear weapon, and I will take no options off the table to achieve that goal. U.S. Secretary of State John Kerry says that the military option is still on the table when it comes to dealing with Iran. We must remain mindful of the long history of Iranian deception regarding its nuclear program. We know that deception is part of the DNA. خلیج فارس، تنگه هرمز، آغاز پرواز پهپادهای شناسایی ایران.
میدان جنگ پرواز میکنیم. ما میدان جنگ را سالهاست آزموده ایم. در میدان رفتن ما شکستیم. ما به میدان خواهیم رفت و اگر من شخصی از میدان بر نگردد و در آنجا شهید بشود، یقینا جمع به میدان رفته ها از میدان بر نمی گردد مگر اون وقت که پیروز شده باشد. استقلال خودشه، دنبال آزادی خودشه، اینا حقوق این ملته. به این حقوق هر کسی تعرض بکند ملت ایران با همه وجود رو به زانو در خواهد آورد. راه و رسمشون همینه، تا میبینن حرف حساب ندارن. تموم نامردای عالم انگار راهی به جز بستن آب ندارن. مردونه که حرف حق میزنه، که پای حرفای خودش میمونه. تنهام که بشه غمی نیست، مرد روی پای خودش میمونه. خلیج فارس ببین آنها یه آمریکای پدرشو چیکار میکنی؟ پدرشو در میاری چجوری؟ با اصله. در این اصله نماشی چیکار میکنی؟ اصلهاشو با دست خالی میاری. هزار دفعه گفتیم و بازم میگیم، ما زیر بار حرف زور نمیریم. آدم و آدمم چنا حق بگن وامیستیم و حقمونو میگیریم. هزار دفعه گفتیم و بازم میگیم، ما زیر بار حرف زور نمیریم. آدم و آدمم چنا حق بگن وامیستیم و حقمونو میگیریم.
فکر شاب و دور پرنده فکر آسمونه و بس ما بدونو با قفص نخواستیم هم بدون ارزونی تو هم قفص ما سر بزیریم ولی سرفرازیم محاله که کم بیاریم ببازیم هرکی دلش خورسه بگه